دو تذکر به دولت و شخص رئیس جمهور. شما دارید چیکار میکنید؟ شما دارید 500,000 تومان یارانه ملت رو در قالب کالابرگ الکترونیکی به اونها میدید؟ آیا 11 قلم کالای سفره مردم با 500,000 تومان تأمین میشه؟ آیا دولت واقعا ملت دیگه نمیدونن با شما چیکار بکنن؟ تو اتاق شیشه‌ای نشستید، خبر از وضعیت ملت ندارید. ظاهرا وضعیت معیشتی مردم وضعیت خوبی نیست، مردم نگرانن، مردم ناراحتن. و اما مطلب دومی که باید عرض بکنم مسئله بنزینه. امروز مسئله بنزین مسئله خیلی خیلی با اهمیته. این تصمیم غلط چیه گرفتید شما ماشینی که با مصرف 115 114 مصرف میکنه به ملت دادید، بعد میخواید بنزینم گران بکنید؟ دست بکشید از این سیاست‌های غلط. هم به ملت دارید چوب میزنید، هم میگید پیازو بخورن، هم جریمه بشن. بله اجازه بدید ملت از ماشین روز دنیا استفاده بکنه، ماشینی که با مصرف کم و هیبریدی که در دنیا 134 مصرف میکنه مصرف بکنه، بعد بنزینم گران بکنید. این سیاست غلطه، حتما ما مخالفیم و در مقابل این سیاست شما مجلس خواهد ایستاد. به ملت اینقدر ضربه نزنید. از شما خواهش میکنم از سیاست‌های غلط اقتصادی خود برگردید و یک وحدت رویه اقتصادی در دولت پیش بگیرید که به نفع ملت باشه و ملت رو بیش از این ناراحت نکنید.